فرصت دوباره توی زندگی وجود نداره. این چیز فقط تو بازی‌های کامپیوتریه، اما تو دنیای واقعی همچین قابلیتی وجود نداره. دنیا به هم ریخته، ما تکه های یک پازلیم که سعی میکنیم کنار هم قرار بگیریم. اما بعضی وقتا مهم نیست چقدر سخت تلاش میکنیم، لبه ها به هم نمیخورن. خوشبختی دروغیه که به خودمون میگیم تا زندگی برامون قابل تحمل بشه. هیچ کس واقعا خوشبخت نیست، فقط بعضیا کمتر از بقیه بدبختن. مردم میگن زندگی کوتاهه، اما این طولانی ترین چیزیه که تو عمرت انجامش میدی. فقط مهم اینه که چجوری بتونی خلأهاش رو پر کنی.